پلیس نویه مسکو شهر سانت پترزبورگ روسیه روز 25 دکبر سال 2023 از بازداشت 4 نفر سن سالشون از 14 تا 15 ساله با اتهام حمله بی‌اساس و لطوکوب کوریر 26 ساله زوده تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سرویست کارهای داخلی شهر پترزبورگ و ولایت لنینگراد، کارمندان بخش کوفتکوف جنایی این 3 نفر را دستگیر کرده به شعبه پلیس آوردند و حالا با آنها عملهای مرافعه‌ای انجام میدهند. نیمه دوم روز 24 دکبر ساعت 16:00 یک شهروند 26 ساله تاجیکستان به پلیس مراجعه کرده خبر داد که او باعث کوریر کار میکند و هنگام به بینای رقم 17 در خیابان ویتیبسک بردن فرمایش نوبتی 4 نفر به یگان اساس به او حمله آورده لطوکوبش کردند. در ثبت ویدیو کامرای نظارتی از جای حادثه دیده می شود که نفرسان کوریر را زیر باران و مشت و لغت میگیرند و وقتی جوان کمی به خود آمده آنها را میروند. اول کمی میگریزند ولی 2 نفرش بعد چند لحظه باز به جوان حمله کرده این دفعه اسلحه گازی بر روی او میپرانند. بنا به نتیجه های تشخیص طبیبان جوان تاجیک بر اثر این حمله جراحت کاسه‌خانه مغز سر برداشته مغز سرش جنبیده است و چند جای بدنش ورم کرده است. پلیس در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 213 کودکس جنایی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایی گشوده است. طبق قانون‌های روسیه جوابگری جنایی برای قسم‌های دوم و سوم ماده 213 الکی از سن 14 فرا میرسد. درباره انگیزه‌های حمله به کوریر هنوز چیزی معلوم نیست، ولی روزهای آخر در روسیه یک سلسله حمله‌ها به ضد مهاجران کوری از جانب نورسان در زمینه عقیده‌های ملت‌گرایانه صورت گرفتند. این نورسان لطوکوب مهاجران را ویدیو گرفته در اینترنت نشر میکنند. از جمله تلگرام کانال مش تازه روز 24 دکبر از بازداشت 3 نفر دیگر در همین شهر پترزبورگ خبر داد که در بین یک هفته به دست کم 5 مهاجر راهرو در حدود نویه کلینین حمله کرده لحظه های لطوکوب کوچروب ها را به نوار گرفته در یک کانال ویژه در تلگرام نشر کردند. پلیس به ضد آنها نیز با عین اتهام افباشی پرونده گشوده است. از این قبل روز 15 دکبر خبر آمد که در شهر کلوگ روسیه 10 نفر را با اتهام دست کم 8 حمله به مهاجران و ثبت و نشر ویدیو این حمله ها دستگیر کردند. بنا به فرضیه تفتیشات هدف بنده به طور جسمانی از بین بردن شخصان غیر اسلاویانی بوده. در دوام نیم سال فعالیت آنها به ضد مهاجران نه کمتر 8 حمله انجام دادند. هدف حمله های این گروه ملت‌گرایان زادگان ازبکستان و تاجیکستان و ارمنستان قرار گرفتند.